سلام دوستان عزیز، میخواییم ما این ادیت های خوشگل رو عکسامون بزنیم. ابتدا وارد برنامه ایشات میشیم، از قسمت عکس جدیدی رو که مد نظرمون رو انتخاب میکنیم به این صورت. بعد دوباره وارد برنامه همون ایشات قسمت پیپ همون عکس رو دوباره مجدد وارد میکنیم، سایزش رو با اون برابر میکنیم که دقیقا به یک اندازه باشه. دوباره از گزینه فیلتر میاییم قسمت دارک و عکس رو سیاه سفیدش میکنیم و خروج تایید رو میزنیم. دوباره میریم قسمت ماس، از سمت چپ دومین گزینه رو میزنیم و با اون خطی که سبز که نشون میده جهت رو تغییر میدیم و زیر خط که علامت زده اون رو یکم میکشیم به طرف پایین که به این حالت یک در مات خوشگلی بهمون بده و این همیشه خروجی کارمون. حتما سابسکرایب کنید پیجمون رو و از آموزش هامون بیشتر بهره مند بشید.